سلام، خیلی خوشحالم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستم و این سری میخوام تکثیر آرتمیا در خونه رو به شما آموزش بدم. مثل هر کار دیگه به یک سری ابزار لازم داریم برای این کار و اولین چیزی که نیاز داریم دوک هچ آرتمیا هستش که به صورت مخروطی هستش که اکثرا اونو دیدید و من عکسشو براتون میذارم. ولی همین دوک رو میتونیم ما توی خونه بسازیم با استفاده از یک بطری خالی نوشابه یا آب معدنی. اول ته بطری رو میبریم و از اون به عنوان پایه استفاده میکنیم. بعد قسمت بالایی بطری رو یه سوراخ میزنیم که شلنگ هوا ازش عبور کنه و تا کف بطری بره و بعد بطری رو سر و ته میکنیم و به اون پایه‌ای که درست کردیم چسب میزنیم که هم ویدیوشو براتون گذاشتم هم عکسشو. مواد بعدی که لازم داریم سیست آرتمیا هستش یا همون تخم آرتمیا. بهتره که سیستی که میخریم از جاهای معتبر باشه تا درصد هچ بالایی داشته باشه و بیشترین آرتمیا رو به ما بده. فهمیدن این که سیست آرتمیامون مرغوب هستش کار راحتی نیست و نیاز به چندین سال تجربه داره که شما با نگاه کردن به سیست مرغوب یا نامرغوب بودن اون رو بتونید بفهمید. ولی حداقل چیزی که میتونید برای خرید سیستتون شما در نظر داشته باشید خشک بودن زیاد سیست هست، اینکه رطوبتی نداشته باشه و با نگاه کردن به شیشه یا اون پاکتی که داره اکثرا چون آتشغال قاطیش میکنن یا نمک یا ماسه یا سیست هایی که قبلا هچ شدن یا اونایی که هچ نشدن، اینا رو با چشم میتونید نگاه کنید و متوجه بشید. مواد بعدی که لازم داریم نمک هستش. بهتره که نمک دریایی و بدون یود استفاده کنیم و به ازای هر 1 لیتر آب 35 گرم نمک باید اضافه کنیم. برای راحتی کار هر 3 قاشق سرپر چایخوری 35 گرم نمک هستش و دیگه نیازی به اندازه و ترازو نیست. و به 1 گرم تا نیم گرم جوش شیرین نیاز داریم که همون اندازه نوک قاشق کافی هستش. اول آب بدون کلورمون رو داخل دوکمون میریزیم و بعد نمک رو بهش اضافه میکنیم و بعد سیستا رو بهش اضافه میکنیم و اکسیژن رو بهش وصل میکنیم تا تخما همیشه در حال گردش باشن و به هم نچسبن. بسته به سیستی که داریم 24 الی 48 ساعت بعد ناپلی هامون از تخم ها سر بیرون میزنن و اگر دقت کنید یه سری موجودات ریز نارنجی رنگ داخل آب دارن شنا میکنن. برای جدا کردن ناپلیامون ما دوکمون رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم: قسمت بالایی، قسمت میانی، قسمت پایینی. قسمت بالایی دوکمون میشه پوست سیستا، قسمت میانی میشه همون ناپلیامون و قسمت ته ظرفمون میشه اون سیستایی که هچ نشدن و وزن سنگین تری دارن. برای راحت تر جدا کردن اول یه چراغ قوه یا یک نوری رو به قسمت میانی دوکمون نزدیک میکنیم و بعدش که ناپلیامون به سمت نور جذب شدن با یک شیلنگ اونها رو جمع میکنیم. خیلی از دوستان به خاطر اینکه 2 روز اول آرتمیا پروتئین بسیار بالایی داره به خاطر کیسه زردی که داره همون موقع اون رو به ماهیان خودشون میدن و بعضیای دیگه میان آرتمیا رو پرورش میدن و بعد 20 روز که اونا به سایز بزرگ و بالغ خودشون میرسن بعد اونها رو به ماهیای خودشون میدن یا ازشون باز تکثیر میکنن. برای تکثیر آرتمیا به یه وان بزرگ احتیاج داریم. ظرف تکثیرمون هر چقدر بزرگتر باشه کیفیت آبمون کمتر پایین میاد و کمتر نیاز به سیفون کردن داریم. بهتره اول شوری آب اندازه همین 35 گرم در هر 1 لیتر باشه. بعد از اون به 2 تا مبحث میرسیم: یکی این که شوری پایین باشه یا شوری آب بالاتر باشه. اگر شوری آب پایین باشه آرتمیا هامون سریعتر رشد میکنن ولی درصد این که قارچ یا مریضی وارد آب بشه هم هست. شوری زیادتر مانع از ورود باکتری ها به آب میشه ولی رشد آرتمیا های ما رو به همون اندازه کمتر میکنه. دمای آبمون بهتره که 25 درجه یا 24 درجه باشه. بعد از آماده کردن ظرف تکثیر ناپلیامون رو به ظرف تکثیرمون اضافه میکنیم. بعد گذشت 2 روز که ناپلیامون از تخم در اومدن شروع میکنیم به غذا دهی. تجربه‌ای که من خودم دارم بهتره که از جلبک اسپرولینا و مخمر استفاده کنیم. حجم غذایی که به ناپلیا میدید باید اندازه ظرف
حجم آرتمیایی که توی اون ظرف دارید پرورش میدید و اندازه خود ناپلیا باید تعیین بشه و به جای دادن یه وعده سنگین اون رو به 3 وعده سبکتر تقسیم کنیم و برای هر وعده مخلوطی از جلبکمون و مخمری که داریم و داخل آب حل میکنیم و بعد به تانک تکثیرمون اضافه میکنیم. باید در حدی باشه که رنگ آب یک کمی عوض بشه و با گذشت نصف روز آب به حالت شفاف خودش برگرده. در غیر این صورت وعده بعدی غذا رو نمیدیم، وای میسیم تا آب شفاف بشه و حجم غذا رو کمتر میکنیم. نکته بعدی هوادهی توی ظرف تکثیرمون هستش. بهتره که هوادهی مداوم باشه، یعنی قطع نباشه و از سنگ هوا استفاده کنیم که حباب‌های ریز و یک دستی رو بدن و اکسیژن اگر بیش از حد باشه بازم برای آرتمیا ضرر داره و اگر کم هم باشه بازم ضرر داره و بازم بسته به ظرف تکثیرتون و حجمی که دارید اکسیژن هم تنظیم کنید و اینم در نظر داشته باشید که یک گردش آب بسیار ملایم با همون سنگ هواتون ایجاد کنید. اگر همه این مراحل رو درست انجام بدید حدوداً 14 تا 20 روز طول میکشه که آرتمیاتون به سایز بزرگتر و بالغ شده خودشون برسن که البته بسته به آرتمیایی که نگهداری میکنید اونا بکرزایی میکنن یا شروع میکنن به تخم گذاری که باز هم این به خیلی از شرایط بستگی داره و بکرزایی داخل خونه خیلی سخت هستش و بیشتر آرتمیای داخل بازار تخم گذار هستن. ولی الان که دریاچه اورمیه به امید خدا راه افتاده، آرتمیای اورمیا یا همون اورمیه یک نژاد بومی و بکرزا هستش که میتونید داخل خونه پرورش بدید و سایز خیلی خوبی داره. و در آخرش باید بگم که رنگ آرتمیایی که دارید بسته به غذایی که بهش میدید احتمالا متفاوت باشه. من خیلی جاها دیدم آرتمیا سفیدن، یه خط مشکی دارن یا رنگشون مایل به نارنجی یا قرمز هستش. اینا همشون بسته به غذا و تغذیه اون آرتمیا داره و اگر دقت کنید خود دریاچه اورمیه توی یک موقعی از سال رنگ آبی داره و بعدش که آرتمیا تکثیر میشن یا بزرگتر میشن رنگ آب به خاطر حجم زیاد آرتمیا نارنجی میشه. بهتره آرتمیای بالغ و قبل از اینکه به ماهیاتون میخواید بدید اونا رو با ولت ویتامین هایی که برای آبزیان هستش یا مواد دیگه ای که هستش غنی کنید و بعد اونها رو به ماهیاتون بدید، چون اگه این کارا رو نکنید آرتمیا تبدیل میشه به یه غذای فیبری و درصد پروتئین اون میاد پایین و دیگه ارزش غذایی خاصی نداره. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و ما رو حمایت کنید.